از این حادثه‌ای که به سرم آمده است تا حال باوریم نمی‌آید. همینش نمی‌رسید که مرا باز پلیس‌ها پرسپاس کنند با سبب داشتن چنین پدر. همش گذشت. انشالله با زودی همه چیز باد شده او جزایش را میگیرد. از تو عذر میپرسم که در چنین حالت روبرو شدیم. نه، تو یگان گناهی نداری. آخر تو نمیدانستی که همین طور مجاهد، البته که من نمیدانستم. اگر میدانستم چطور با تو میشدم، چطور برایت نگاه میکردم. حتی خودی حاضر نگاه کردن نمیتوانم. تو به من باور نداری؟ باور دارم یعنی تو گناه نداری. کسی گناهگار نیست. تنها پدرت گناهگار است. هر مرتبه‌ای که به من نگاه کنی در چشم من دختری خائن دولت را میبینی. همین طور اولین حسیات تو همین گونه خواهد بود. نگاه کن، حتی حاضر هم برایم نگاه کردن نمیتوانی. اینطور نگوی ملیسا. یعنی میدانم این برایم مشکل میافتد، ولی حاضر وقتی این نیست. صبح در عملیاتی مشکل بودیم، تو را اسیر گرفتند. حاضر فکر این را نکن. همش میگذرد همین طور نی؟ انشالله. خوش آمدی. این گلی زیبا برای من؟ نه مرواریدم، با همسایه آوردم ولی در خانهش نبوده است. خیلی چی علاج؟ خیلی صبر کن.